ان الله جمیل یحب الجمال. خدا زیباهای زیبا را دوست می‌دارد. ببینید زی لحاظ دادرای عزیز، شما مسلمانید، شما باید لباسهای زیبا پوشید، دویم باید تازه بگردید، سر روتون در موی سرتون در ریشتون در، حتی یک نفری می آمد میگه در حدیث همین جناب امام بیهقی روایت میکنه، میگه یک نفر آمد میگه تصور کنیم برادر عزیز، حدیث صحیح است، میگه وقتی آمد میگه همین خیلی نمی موی سر میگه هم طریق تماما نه شانه داره نه ترتیب، میگه وقتی خواست با پیامبر سلام کرد حضرت گفت بله با ترتیب بیارینش، بردن میگه شانش کردن تازش کردن، مقصد آمد حضرت سلام کرده گفت این بهتر نیست که از او یکی خطرنگ شیطان کرده بود. یعنی پیامبر هم برادر عزیز از دیدن صورت و سیکه ما و شما هم این البته به البته اهمیت میدادن. زندیات شما هم در همین جا لباسکای زیبا پوشید، در همین جا مقصد یک سر و رواتون در اهمیت بدین. گفتی اکای داملا هم که آخر هم مسلمان هم یا ملت تاجیک در چشم او معرفی میکنید. در اینجا همه ملت هست چی اینا میگوی اهمیت نمیتن، اهمیت میتن. بگذار در راست مردم ما تاجیک ما اینها بیشتر مقصد گمان اینه پیدا کنند که حقیقتا ملت تازه. من وقتی در خارج میخواندم تمام ملت میخواند، اونیورسیتی ما بین المللی بود، خب یعنی جهانی بود، در همونجا تمام ملت میخواند، لیکن از همه ملت همین تازه فصلان ما ترکا را گفتیم. وقتی همین ترکا قطعی ما میخواند ما در خوابگاه خوابیدیم، میدرامد به خدا قسم نمیگفتی که همین طالبی من نمیگم که همین استودنت های چقدر تازه میگشتن، چقدر آلوفته میگشتن. برای همین بگذار شما هم ملتتون وطنتون هم خود در چشم یا معرفی کنیم، یعنی ملت ما مردم ما البته همین خیلی مردم تازه هم. ولی ما در امریکا بودیم، همون یک نیویورک در که خانه در مهمان شدیم 5-6 داملا برای دین شناسی ما را برده بودن. همون امریکایی میگردن میگه که انا تاجیکستان شما در خانهاتون خلدیلنیک داریم؟ او گویا که اصلا ما خلدیلنیک ندیدیم. چه خلدیلنیک؟ یک در نگاه ما تایی چیزی دارن که گویا که اینها در ادیر زندگی میکنن. میگه خلدیلنیک داریم؟ میگیم داریم خلدیلنیک. تلویزیون جا لحظه داریم تلویزیون را بیزوش دیگه. این آدم ها چه ما را تصور میکنن برادر عزیز؟ برای بگذارم نادرست اون تصورات نادرست که ما از اینشون دور کنیم. دیگر برادران عزیز در اینجا آمدیم فرزندکاتون را بینیم، مثال بچه‌های میده را کاری کنیم که همین زبان مادری را گم نکنیم، زبان مادریش را گم نکنیم. پدر و مادر را به خدا قسم اگر شما به همین افتخار داشته باشید که این بچه من روسی را یاد بگیره، این روسی را یاد گرفتنش که مشکل نیست. همینجا زندگی داری میدان هم یک ماه اگر 2 ماه تلویزیون را نگاه کنه روسی را یاد میگیره. اون که شما از صدیق سر کردگی تو مکتب را میبرید میخونید شما. لیکن از همه مردی همه که شما زبان مادریتون را گم نکنید. این بسیار برای شما یک افتخار است که تو وقتی میبری بچه‌کات یا دخترکات خانه ماماش، خانه باباش، خانه اولادش، اونها مقصد وقتی این سخن تاجیکی ما چه شیرینه، یک راحت داره آچه و تر گردنه چه دم میزنه. وقتی بچه تو دختری تو نمیدونه نمیفهمه، یگان جای افتخار نیست. ما بودیم خانه‌ای که همه فرزنداش در همین که شهرها بودیم، همه آیشه نام داره، فاطمه نام داره، مریم نام داره، یک کلمه تاجیکی را نمیدونه. زبان برادر عزیز گم نکنید، زبان را باید که زبان مادریتون بدونید. شما تاجیکین برادر عزیز، شما فخر کنید به خدا قسم که همه ما باید الحمدلله رب العالمین. همین افغانستان ما یک قدردان دارم، لیکن همین افغانستان روزی چی داره؟ میان دوشنبه ما را زنگ میزنن خیلی ما ای ریاض اومیم، ما ای دوبای اومیم، ما ای امریکا اومیم، کجا میره؟ یک ماه یک وطن بریم. هیچی تنجیر یگان شرایط نداره.
یکی کدامی نباشین بینین همینجا هستین همین یک نیم سال یک سال بگذاره به توقت میشین بگین یک بریم باید رو بینیم اونم که وطن ما الحمدلله تینجه بردار عزیز وطن ما آباده خدا را به عدد شکر بگیم نمی محفلای شما برید ما هر روز دو جا سه جا نیکاشون نمیریم تویاشون نمیریم میشینیم صحبتامون نمیکنیم خدا را شکرگزاری میکنیم که الله مهربان هم ترین امکانیت ها را ما را داده است برای همین برادرای عزیز همیشه این چیزا را هم در ذهناتون بگیرید در دعاهاتون هم دعا کنید خداوند ملک ما و شما را همیشه تینج نگاه داره آباد نگاه داره و هیچ وقت یگان زیان و ضرر نه زیرا همون غم درد همون جمع غم درد با شما برادر همه ما یک دولت سوریه را دیدیم چی شد بیچاره را دیدیم که حتی همون رپارتیورا را دیدیم که بعضی‌هاشا پادنوشка دادن غلط کردن گودک‌ها قطعی زدن می‌دوانست همون مملکت‌هایی که تماما دین نیست آیین نیست زارا میکنن ما را در همینجا رحمتی خدا را شکر برادرای عزیز و گرامی هر چی میگیم به خاطر خدا میگیم و هر مصلحت میتیم در درونش نگاه‌های نیک داریم و خدا کنه برادرای عزیز که ما شما را توفیق دهد که به آنچه که شنیدیم ما شما عمل کنیم الله همه شما راضی باشد شما را عمر دراز ایمان کاملتون بده خدا با محبتاتون اخلاصاتون به دین خدا زیاد میگردونه خدا کنه که شما از بچه‌های زیناکار نباشین شما از بچه‌هایی که پیانسکا و عرق نوشن از زمره اونها نباشین خدا کنه شما از بچه‌هایی که نه کلوب دیسکوتک میروند شما از زمره اونها نباشین الله توفیقاتون را زیاد کنه و با همون مقصدهای قطعی که آمدین خدا مقصودهاتون را حاصل کنه و دستاتون را پر با به نزد زن و فرزند و پدر و مادراتون رساند اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. اینجا دو برادر ما مفتی احمد حضرت و برادر ما امام جمال حضرت و انشاءالله سهم اینها هم خدمت اینها هم در این محفل ما و شما هست خدای مهربان اینها را اخلاص و محبت یقینشون را با دین خدا زیاد کنند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم. یک آیت من کوتاه برای شما معلوم میکنم خلافت دعا میکنیم از سوره مبارکه منافقون آیت 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله وما یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. برادر خبر آیت چیه؟ ما مبتداش نگیم خبرش میگه که این نفری که در بالا یا چی اینها حتما روز قیامت ذلیل خار میشوند. خاری و ذلت اینها رو روز قیامت فرا میگیرد. اینو کیان؟ آن کسانی که ایمانی با خدا دارن و فریفته دو چیز شدن، یکی فرزند یکی مال دنیا. این دو چیز برادرای عزیز صد راه اینها شد و اینها الله را به همون طرزی که باید بندگی میکردن به همون مقداری که باید بندگی میکردن نکردن. وقتی خودشون در دنبال همینها سر کردن. فقط گفتی بابای داملا گفت که وقتی مرده چی میگه؟ این که میخستی و میخوفتی زن و فرزند و مال میگفتی. همین ساعت چشمت همین کشاده شید و تا جایی که بگوی آخیج شکرگزاری در کار. ما حدیث داریم از پیغمبر وقتی که خواب کردیم باید شما دستک راستون در تکی باید رخسارتون بگذاریم میگن بسمک اللهم اموت و احیا. بین خدایا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. ما پیش از خواب باید همین را گوییم. همین خواب خود چند مرده ای. وقتی که سهر یکی چشمت کشواده شید پیامبر چی میگه؟
میگه بگو الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا. حمد و ستایش به سوی تو ای خدا، بعد آنی که مرا میرانده بودی با زنده کردی. این ماندگی همین چشم گشاده میشه و فکر همین با همین کاروبارمون و زنمون فرزندمون و دنبال همین ها هستیم تا جای شکرگزاری، تا جای مقصد الحمدلله که با 4 اشکالی رو ما از جای خوابم بلند شدم، تا جایی که بگیرم مقصد یک طهارت ما بگیرم، مقصد خانواده را بیدار کنم، خیزیم بچم بامداد شدگی های هر یک کدامی او وقتی که اگر در خانه شما قرآن کشادگی و هر کامی او قرآن بخوانند، میدونین این خانه چه خانه؟ این خانه میگن که خانه با برکات، این خانه که اینجا نظر رحمت خدا. لیکن همین بیدار شدم و مگنیتوفون سخت کنم، بیدار شدم و همین تلویزیون کرچت کنم. آیا همین نه برادرای عزیز تعلیمات دینی ما؟ نه، تعلیمات دینی ما این نیست برادر است. از این لحاظ میگه کسی را که یکی فرزند یکی مال این اگر باز دارد به خودش مشغول کنه، همه هوش و گوش و قوت همونا بگیرن، فاولئک هم الخاسرون. خدا میگه حتما یا روز قیامت خار و ذلیل میشود. زین لحاظ برادر هم بچه داری را بتونید، هم مال داری را بتونید. مال هم تان داد خداوند، مغرور نشید، از حد نگذرانید، زیرا مالداری یگان مایه افتخار نیست. قارون هم مال داشت، فرعون هم مال داشت. ببینید همون دشمنای سرسخت خدا مال داشتن. شیخ سعدی میگه نه منعمی به مال از کسی بهتر است. کسی را دیدن که بسیار پول کلان داره، اینا نگین که این بهترین ما های. نه منعمی به مال از کسی بهتر است. خرگر جلی اطلس بپوشد خر است. آخه اگر همین خر جلی اطلس هم که کنی، خر همون خرای او شطور اسب نمیشه. زین لحاظ برادران هوش و گوش منابع در بندگی خدا هم بگیرید، الله را فراموش نکنید، بندگی شب به جا بیارید تا فردا خجالت شرمنده خانه قبرمون نریم برادر. الله مهربان این نان ضیافت ها را به درگاهش مقبول و خدای مهربان باز در این خاندان فیض برکاتش نازل و این مصلحت و نصیحت هایی که شد خداوند توفیق عمل کردن شد و همه ما و شما نصیب گردانه یا رب العالمین.